دادم کرده هم یاردم کردگی تا بگو خلاص داد نزا سینما داد نزا چی داد میزنی کسلی چی داد میزنی سینما یاردم کرده جمشید جان شما ما رو چی یاردم کرده الف خیر الف جمشید جان میگوی آرام الف خیر احتیاط میکنی جس گپ زنی تا پات زیادی نمیکنی گپ زد چی یاردم کای من الف خیر الف خیر استو گپ نمیزنی وقتی گپ تزدی گوش میکنم گپ زدم گوش میکنی پات نمیکنی ما تا با میگم با در کر زدگی بعد میگم دونی در بین مردم میگم قرار نکرد من چی یاردم کرده فهمیده که کتاب بودن تا انا گوش میکنیم سری خدمتای ما میره گپ زد وقتی که خب که آخی کسلی خب که خدا جزیرت کردن بریختی انگلی رفتی پروردگار آن انجام تاجیکستان برند اوشام ته گپ زولی گپ زد چی خدمتون کای گپ زد بانگی گپ زد گپ زد گویده بودن خدمتو تا بگو لعنتی گپ زد خدمتو تا بگو لعنت در افغانستان گویدن اینمی نداره یگون گپ برمده است رنگی دیونو و رشته است رنگی اونو چیکو غریب شوره امطوری کاس امچش کرده ساستو شلاپا سرش مونده در پیش شمشتگه نومرد تو نومرد من شو خواهرت بدم خواهرت گفت که من نومردم بس خواهرت گفت بدشم خواهرت گفت او چای مردگیت گفت که من نومردم کی گفت نومردم کی گفت دیدی قرض کرد کی گفت که من نومردم گپ زد چی خدمت بدشم خدمت تا گپ زد خدمت تا گپ زد آرام گپ زد بگو من تری کار کردم بس تو فکر نکن که تو من گپ نشوناته چقدر گپ زدن اول بگید ایفرا کریم آدم نمونده چی پات داری خدمت تا گپ زد خدمت تا گپ زد گپ نزد تو کارت چیه خدمت تا گپ زد گپ زد خدمت ابی گپ زدیم اخی میکروفون میکشین همه قرار داریم ما در رود گپسم ما دور اروپا قد گپسم ما اتنا میگرسم خودت نکی یگان کس نمیشه گپ خدمت تا چی خدمت کرد خدمت تا بگو گپ زد نروی چی داری آرام گپ زد تو جنایتکار نباشی آرام گپ زد بشی همش خبش کن ما 3 مینوت گپ میزنم افش قدم میکنی گوش میکنی ونیمتی ها تحقیر نکن حقارت که قاطع میکنم ما یا گپ دارم تو داشت ما میکنم نمیکنم تمام خدمت تو بگو مرحمت همین آرام گوش میکنی دیگه مردم یعنی مقصدش همیه که ما یگون گپ بزنم برو که گپ نداره بزنه میگه آرام محمد اقبال 4 سال کراتای حرامی تر ما تبلیغات در مسجد آوردم پول دادم ایداس اسماعیلی در لباش که جاسوس کمیته امنیت ایگاسته زن اسماعیل نشناختی خب زد خب امینو بگم زنم آخی بگم زنم آخی من دروغ نمیگم گپ زنم آخی تو گپ زد نام اسماعیل نگی اول اسماعیل لوبای کس میگیرم من لوبای دارم میگیرم خطا بگو تو در آسیا چی خدمت کای انا میرا بگو جمشید گوش کم جمشید شریفوف اولی خدمت دست کرد باز بازارت به خونه حلالت قسم میخورم به این مردم میشه چه مردم بازار غذای حلال هم نداری بفکر بیش پارت گرفت گرفت رفتی گوش کن مرا همون کسی بودم که یک خدمت ما درک جون تا گرفتم ترا اوچا تا گرفتم اوچا تا گپ زد دی گپ نداره این گپ نداره اگر یگون گپ میداشت من میگفتم که همین آدم گپ داره تماما یگون گپ نداره تو گوش که اولی من تری نومد من چی نومردید کردم تو کی من قطعی در حیاتم و نخوردم یا بار و خوردم دیدم چشمو ترس چون کردگی یا آدم بانگی فهمیدم که تو کی محمد اقبال شما تاثیر خبر بانگی به بچه تو چی تو کیسه من میترا دیدم رنگ بین حال پرس من دیدم گفتم قطعی آدمی مسلمان گپ نمیزنه یا منافقه یا دیوانه یا بانگیه این آدم مسلمانی سرد نیست اینا من دیدم فهمیدم تو کی برای همون خاطر نگو در پیش مردم که تو در حیات ترا فراموش کنی وقتی که در آسیا فیسبوشنیکایی که پرابلمات کردن بس فیسبوشنیکای پرابلمات کردن وقتی که فیسبوشنیکا پرابلمات کردن چیکار گیریا کردی چیکار ما پیش رحمت الله روی کردن برای رحمت الله ترا بگیره پولت بتیا بگیره بگذروند فراموش کردی زن حسین اشور فچخل حقارت میکردی اولی من میام در اروپا زن حسین فلان میکنم بس والله قسم دروغت نگفتم والله دروغت نگفتم با ایمانم قسم گفتی من میرم زن حسین فلان میکنم
ما زنی گروه 24 میرم فلان میکنیم این گپای تو بودن نگو جمشید این گپا نگو جمشید این گپای تو بود من تو حاضر این گپا را در یگان جو نگفتم اینا در روی دپش مردم گفته ایسم بس تک بس تو دیگه گپ نداری